شما بینندگان عزیز، دانیال هستم. از سری برنامه‌های گام بعدی در خدمت شما هستیم به همراه خاله لویز مخوف. خیلی خوشحالیم که شما این برنامه رو انتخاب کردید و نشستید این برنامه رو مشاهده می‌کنید. خاله لویز خیلی خوش آمدید. خیلی باعث افتخار منه که کنار شما میتونم این خدمت رو انجام بدم. ممنونم دانیال جان. از فرصت استفاده میکنم به بینندگان عزیزم سلام گرم دارم. خوشحالم با هم هستیم در این برنامه. این قایقی رو که داریم میخوام از حضور هم دیگه حد اکثر استفاده رو بکنیم و این مطلبی رو هم که میخوام صحبت بکنیم امیدواریم که جلب توجه بینندگان عزیز رو داشته باشیم. آمین. من که شخصا اینو بدون اغراق میگم که توی برنامه‌های قبلی من که خودم خیلی شخصا برکت گرفتم و خیلی خوب بود. امیدوارم که بیننده‌های عزیزم برکت بگیرن و میخوام که بریم سراغ این برنامه. همونطور که شما عزیزان میدونید داریم در این قسمت سری برنامه‌های میریم که قسمت‌هایی هستش که در رابطه با معجزات عیسی مسیحه و اما موضوع برنامه این قسمت الان میخونم عزیزان، شما متوجه خواهید شد که موضوع چی هست. شفای مرد علیل، یوحنا فصل 5 آیه 1 تا 16. چندی بعد عیسی برای یکی از اعیاد یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم در کنار دروازه گوسفند حوضی است که در زمان عبرانیان آن را بیت هستا میگویند و 5 ایوان دارد. در آنها گروهی بسیار از علیلان همچون کوران، شلان و مفلوجان میخوابیدند و منتظر حرکت آب بودند. زیرا هر از چندی یکی از فرشتگان خداوند نازل میشد و آب را به حرکت در می آورد. اولین کسی که پس از جنبش آب وارد حوض میشد از هر مرضی که داشت شفا می‌یافت. در آن میان مردی بود که 38 سال زمینگیر بود. چون عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دریافت که دیری است بدین حال دچار است، از او پرسید آیا می‌خواهی سلامتی خود را بازیابی؟ مرد علیل گفت سرورم، کسی را ندارم که چون آب به حرکت می‌آید مرا به درون حوض برد و تا خود را به آنجا می‌رسانم دیگری پیش از من داخل شده است. عیسی به او گفت برخیز، بستر خود را برگیر و راه برو. آن مرد در همان دم سلامت خود را باز یافت و بستر خود را برگرفته راه رفتن آغاز کرد. آن روز شبات بود. پس یهودیان به مرد شفا یافته گفتند امروز شبات است و بر تو جایز نیست که بستر خود را حمل کنی. او پاسخ داد آن که مرا شفا داد به من گفت بسترت را برگیر و راه برو. از او پرسیدند آن که به تو گفت بسترت را برگیری و راه بروی که بود؟ اما مرد شفا یافته نمیدانست او کیست، زیرا عیسی در میان جمعیت آنجا ناپدید شده بود. اندکی بعد عیسی او را در معبد یافت و به او گفت حال که سلامت خود را باز یافته ای دیگر گناه مکن تا به حال بدتر دچار نشوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت آن که مرا شفا داد عیسی است. به همین سبب بود که یهودیان عیسی را آزار می‌کردند، زیرا در شبات دست به چنین کارها می‌زد. پاسخ عیسی این بود که پدر من هنوز کار می‌کند، من نیز کار می‌کنم. از همین رو یهودیان بیش از پیش در صدد قتل او برآمدند، زیرا نه تنها شبات را میشکست بلکه خدا را نیز پدر خود می‌خواند و خود را با خدا برابر می‌ساخت. از مطلبی که خوندید گویا هست راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم، چه معجزه‌ای رو امروز ما در نظر گرفتیم برای اینکه گفت و شنود داشته باشیم، بررسی بکنیم. این رو ما توی این معجزه میبینیم که عیسی خدای زمان هست، به عنوان خدای زمان شناخته میشه اینجا. همطور که خوندید توی این معجزه فرشته‌ای بوده که آب رو مثلا سالی یه بار می اومده به حرکت در می آورده و ما میبینیم این فرشته نامرئیه، هیچکی ندیده این فرشته رو. حدس بر اینه که فرشته‌ای میاد و این آب به حرکت در میاره. در حال چون این معجزه در روز شنبه، روز سبت، روز شبات که روز مقدس قوم صورت گرفته، ما میبینیم که عکس العمل شدید علمای مذهبی رو ایجاد میکنه، صرفا به خاطر اینکه این معجزه روز شنبه اتفاق افتاده. هدف نه، توجه این معجزه در جایی نیست که یکی 38 سال زمینگیر فلج
و این بعد از 38 سال این فرزند خدا آزاد شده و الان شفا پیدا کرده. اصلا شفا به نظر نمیاد که دقت بشه اینجا. اون چی که اینجا دقت میشه ببینه که این چه کاری رو تو روز شنبه انجام داده، چون دنبال مچگیری بودن و میبینیم که چون که در اثر این معجزه به احتمال خیلی زیاد خیلی ایمان آورده بودن، تازه این کار رو بدتر میکرد، چون علمای مذهبی فریسیان ایراد گرفته بودن چه روز شنبه چه روز دیگه نه. بعد حتی در یک موردی هست که به مریضا برمیگردن به مردم میگن که شما برید غیر از شنبه بیاید سراغ، چرا روز شنبه میاید برای شفا؟ ایرادی بود که گرفته بودن. در حال ما میبینیم چون به احتمال زیاد خیلی ایمان آوردن و از این نظر که یه چیزایی هم در این معجزه ضد شنبه بوده، ضد شبات بوده، این عکس العمل شدید اینها رو ایجاد کرده. یعنی انقدری که این شریعت براشون مهم بود، دقیقا. این کار شفایی که انجام شد، معجزه به چشم نیامد. و حتی میبینیم خود شخص، خود این افلیج زیاد دقت چی میگن بزرگی کار رو نگرفته، حالیش نیست، چون میبینیم با علمای مذهبی داره همکاری میکنه تا فهمید که عیسی فورا میره به اونا میگه. اینم جالبه که به دلیل این که هم برمیگرده عیسی بهش میگه برو دیگه گناه نکن که حالت از اینی که هست بدتر نشی. دلیلش این بود که این شخص نگرفته عمق معجزه رو، نگرفته عمق کار رو و خیلی مذهبی و شریعتی داره فکر میکنه و این واقعه باعث شد که البته در این معجزه خدمت عیسی خیلی دیده بشه، برای اینکه در یک عیدی به قول معروف میگه که اینا اومدن. پس بنابراین ما کلمه زوار داریم تو فارسی، میگیم که توریست، حالا از جاهای دیگه مسافر زیاد بوده تو شهر که به اصطلاح برای انجام مراسم مذهبی، برای اون عید خاص. حالا این عید چی بوده باز یوحنای رسول اشاره نمیکنه. در حال هر کدوم از اعیاد باشه شهر شلوغ بوده، و این باعث شد که خدمت مسیح، این معجزه مسیح در یک بعد وسیع‌تری دیده بشه که باز این خودش اصلا یه جور دیگه این علمای مذهبی رو به قول معروف بیشتر اذیت کرد و آزار داد. در حال ما در یک مکالمه‌ای که بین عیسی و این مرد هست یه چیزی رو متوجه میشیم. وقتی عیسی ازش میپرسه باز میبینیم عیسی خودش پیش قدم میشه ولی با یه سوال میگه میخوای شفا پیدا کنی؟ سوالی که هر وقت ما به حضور خدا بریم برای هر نیاز و هر درخواستی شاید از ما بشه. آیا میخوایم؟ گاهی وقتا دعا میکنیم، میریم به حضور خدا و قلباً اون ته دل گاهی وقتا یه چیزی باعث میشه که دیگران ترحم بکنن به ما، باعث میشه یه جورایی مورد محبت ترحم دیگران قرار بشیم، ته دل بدمون نمیاد حالا اون مریضی هم اونجا باشه یکی منو خدمت کنه. میدونی چی میگم؟ سوال رو ازش اینه که آیا تو میخوای شفا پیدا کنی؟ این چی میگه؟ عذر و بهانه میاره، ای آقا هیچکی نیست منو هول بده، خرافاتی داره جواب میده، شریعتی داره جواب میده. ولی میبینیم که جواب عیسی در مقابل عذر و بهانه این مرد نشون میده که عیسی هیچ عذر و بهانه ای رو به اصطلاح علاقه نداره براش و اصلا کاری به این عذر و بهانه نداره. برای چی برمیگرده بهش؟ همون لحظه میگه این بسترت رو بردار و برو، رخت خوابتو جمع کن، جارو پلاستو برو. عذر و بهانه رو میبینیم نمیشنوه و باز کلامی شفا میده. خب این معجزه مردم رو دعوت میکنه، این هزار به اصطلاح مسافرینی که در شهر هستن که بیشتر هجوم بیارن به دیدن عیسی و همینطور برای قدرتش رو ببینن، به جای اینکه به اصطلاح اون خرافاتی که اونجا بود، اتکا به این که این فرشته میاد آب و تکون میده، یه چیز خرافات بود این. و ما میبینیم که این حرکت این حوض و حرکت این آب به اصطلاح و این فرشته نامری و اینا یه جورایی اینها فرو میریزن. مردم میان خود عیسی رو ببینن به جای اینکه بیان منتظر حرکت آب باشن و ازدحام میشه به اصطلاح. و در این واقع ما میبینیم که عیسی قدرت خرافات، یه خرافه رو که در مورد این حوض بود، در مورد این آب بود و شاید هم خیلی استراتژیک عیسی استفاده کرده بود از این حوض برای این زمان که مردم بسیاری اونجا بودن. بنابراین میاد این قدرت خرافات رو میشکنه، اینو میاد از بین میبره. قبل از اینکه عیسی دخالت بکنه در این مورد، خیلی ها در اورشلیم برای این اعتقاد بودن که
سالی یه بار این فرشته میاد و کار رو، یعنی در واقع این معجزه عیسی نشون میده که همه شما مریضایی که دور تا دور این حوض نشستید بیمورد نشستید. حرکت آب نیست که شما رو شفا میده، در واقع اون ایمان، اون کلامی که از گفتیم ایمان خدا و این کلامی که از دهن عیسی جاری میشه اون هست که به اصطلاح باعث شفا است. به نوعی عیسی میخواد بگه که آب این حوض مثل خود این مردی که کنار این حوض نشسته ناتوان، عاجز، نمیتونه معجزه‌گر باشه. در نهایت این اعتقاد بیمورد باعث بی ایمانی، ناامیدی تمام اون مریضای دور تا دور حوض بود که بهش اعتقاد داشتن. اینجا عیسی آشکارا قدرت خودش رو به کار میبره و چشم این مرد مریض رو نسبت به تنها منبع شفا باز میکنه که خودش باشه. برای کسایی که معتقد به این خرافه بودن ما میبینیم که توجهشون اون آبهای زنده که از تخت خدا جاری میشه باز شد. بنابراین توجه رو برداشت، یک شیفتی شد، یک انتقالی اینجا انجام شد. دیگه اینکه تو این معجزه چون در روز سبت انجام شد، نتیجهش عکس العمل شدید اطرافیان، علمای مذهبی اینا بوده. حالا شفای این مرد و اینکه اون بسترش رو برداره هم بکنه باز یه مقوله دیگه هست که قابل بحث هست در واقع این مسئله، که فکر میکنم بیشتر این رو باز بکنیم و بشکافیم این مسئله. مرسی خالویز. منم فکر میکنم که خوبه که ما به این موضوع فکر کنیم که چه چیزهایی هستش که توی زندگی ما حاضر نیستیم که اونها رو ترک بکنیم. که مسیح امروز بیاد به ما بگه که آیا آماده ای این کار انجام، آیا آماده ای ببخشی به طور مثال، بعد بهانه نیاریم مثل من 38 سال نه آخه با من این کارو کرد، اون کارو با من نه نمیتونم ببخشم، بهانه نیاریم. درسته. آماده ایم امروز که ببخشیم، آماده ایم که بستر خود رو برداریم، باعث برکت بشیم و بریم به دیگران اعلام کنیم که اون ما رو شفا داد. میخوام که در همین تفکر بریم یه استراحت کوتاه بکنیم. شما هم در رابطه با این موضوع کمی فکر بکنید و خیلی زود برمیگردیم این موضوع رو ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید. خوش آمدید عزیزان به برنامه گام بعدی. قبل از اینکه به استراحت بریم به استراحت کوتاه بکنیم، داشتیم در رابطه با شفاها و معجزات عیسی مسیح صحبت می‌کردیم، در رابطه با شفای مرد علیل. خواهر لوئیس، من در این وقت کمی که داریم میخوام که سریعتر بریم به این موضوع بپردازیم که برکات و مکاشفاتی که شما از این درس گرفتید تا وقتمون تموم نشده سریعتر بریم. نکات کلیدی این معجزه در واقع ما می‌بینیم که شفای این مرد و همینطور هم که داشتیم قبل از استراحت این رو صحبت می‌کردیم که این بسترش رو به اصطلاح حمل می‌کنه، بهش میگه بردار بسترتو بردار برو. هم شفا رو گرفته هم بسترش رو باید حمل می‌کرد. ما می‌بینیم هر دوی این کار در روز شنبه غیر مجاز و خلاف سنت در واقع بوده. نمیدونم میدونید یا نه، معمولا این فریسی ها استاد بودن روی این بکن و نکن ها. اینا 39 تا قانون داشتن فقط برای روز شنبه. بعد تو روز شنبه یک عالمه بکن و نکن های روز شنبه رو تشریح کرده بودن توی این 39 تا قانون. آخریش حمل بستر از یه خونه به یه خونه دیگه بود. بعد شفا گرفتن رو هم جزء این چیز بود که البته جزء آخران نبود، لیست آخر، ولی توی این 39 تا شفا هم کسی نمیتونست بگیره روز شنبه. خب ما میبینیم که
عیسی طبق سنت به قول معروف اگر حساب بکنیم این مرد محکوم بوده، ولی میبینیم که عیسی سنت شکنی کرده در این مورد. نه تنها او رو شفا میده، بهش هم میگه بسترتو بردار برو. دقت نمیکنه به این قانون. چرا؟ چون میدونه این قانون رو خدا ننوشته. این سبتی نبوده که خدا اون ابتدا وقتی که در زمان موسی 10 فرمان رو که میده در مورد مسئله روز شنبه اشاره میکنه، هدف آرامیه، استراحته. و این آرامی به این معنا نیست که کار نیکو نتونی انجام بدی. و به همون نسبت که به اصطلاح شفای عیسی طبق این قانون برای این مرد غیر مجاز بود، اصلا شنبه بودن و نحوه قوانینی هم که اینها اجرا کرده بودن همش غیر مجاز بود. منتها فکر میکردن، چون تفاسیر خودشون رو به اصطلاح می آوردن توی این. برای همین بود که یهودی‌ها تصمیم میگیرن که اونایی که خیلی غیور بودن و خیلی مذهبی، همین دار دسته فریسی‌ها، تصمیم میگیرن بکشنش و میبینیم که در جمعیت گم میشه. ما میبینیم که وقتی که این علمای مذهبی با عیسی برخورد میکنن، عیسی به اینا جواب چی میده؟ خوندید این آیات، میگه پدر من تا حالا کار میکنه، من هم کار میکنم. پس اینجا عیسی خودشو با خدا برابر، ببینید داره دیگه حسابی میجزونه این فریسیان رو. اولا شفا رو داده روز شنبه، بعد بهش گفته بستر رو وردا، این دوتا، بعد تازه الان خودشو برابر با خدا داره میبینه که از نظر اونها کفره. برای همین دیگه تصمیم 100% میگیره حتما به قتل برسوننش. بعدن دوباره اینو توضیح میده، میگه پسر از خودش هیچ کاری نمیکنه مگر اینکه اون چیزی رو که ببینه که پدر به عمل میره، چون هر چه پدر میکنه پسر هم دقیقاً همون رو. دقیقاً دست رو نقطه های میذاره که یهودی‌ها مخصوصا فریسی‌ها بهش حساسیت. آره، که حسابی این تهییج کنه اینها رو، چون ترسی نداره از به اصطلاح این غیرت و این چیز مذهبیشون. سوالی که اینجا مطرح میشه یه چیز واضحه. ببینید اگه ما به مسئله سبت نگاه کنیم، خب خدا خودش این شنبه رو، روز شنبه شبات رو گذاشته برای اینکه خودش گفته روز سبت آرامی گرفت. در 7 روز، 7مین روز خلقت میگه خدا دست از کار کشید و آرام گرفت. آیا سوال اینه، آیا خدا سبت رو خودش میشکنه وقتی که طلوع آفتاب رو نظاره میکنه؟ چون اینا همه تو اون قوانین بود. خب یک چیزایی که مربوط به دیدن و نمیدونم همه چی توش داشتن که. و یا اینکه آیا خدا این سبت رو میشکنه اگه گردشه، یعنی زمین دور خورشید داره در همون حال انجام داره، حرکت انجام میگیره؟ چون فکر فریسی‌ها برای این بود که هیچکی نباید تکون بخوره از جاش. میبینیم که طبیعت به کار خودش داره ادامه میده و خدا ناظره، خدا داره اینا رو میبینه و این نظم گذاشته، طبیعت رو از گردش باز نداشته. آیا این سبت شکنیه؟ مسلمه نیست. ما یه سری دیگه قوانین رو خدا برای طبیعت خلق کرده، پس این حرکت ادامه داره. تفسیری که از روز شنبه داشتن اینها غلط بود و مسیح برگشت گفت که انسان برای سبت نیست بلکه سبت برای انسان. در واقع داره این رو میگه که انسان بالاتره، نیکویی، نجات یک نفر. 38 سال مریض طرف، حتی اونجا طرف ایمانی از خودش نشون نداد. دقت کردید؟ تو این مسئله وقتی که ازش پرسید میخوای شفا پیدا کنی، این عذر و بهانه آورد و اینجا میبینیم اصلا عیسی نگاهی هم نکرد، توجهی نکرد به این عذر و بهانش. نجات برای اینکه به عنوان فرزند خدا او رو اسیر میدید و هدفش رهایی بود. حالا من از سوالایی که شما گفتید میتونه برای هر کسی ایجاد بشه، من میخوام یه سوال از طرف بیننده ها بپرسم. ممکنه که تو ذهنشون باشه بگن که از بین اون همه آدم این مرد مفلوجی که 38 سال مفلوج بود و انتخاب کرد، چرا که وقتی کنار این حوض بود آدم‌های بیشتری رو انتخاب نکرد یا آدم‌های دیگر رو؟ همه رو بگه که همتون بستر خودتون رو بردارید و برید. دلیلش هم این بوده، البته مریضا خیلی بودن ولی این چون افلیج بوده خودش نمیتونسته بپره، اونای دیگه کمک داشتن. چون داره یه بهانه ای رو اینجا میاره، میگه که کسای دیگه به احتمال زیاد این قدیمی ترین مریض اونجا بوده، چون کسی نبوده که اینو من حدس میزنم اینقدر اخلاقش هم بد بوده که اصلا
فامیلی دوست یا آشنایی هم نبود تو این وسط کمکش بکنه بیاد بپره تو آب، چون میگه که همه اینا رو میبینی کمک دارن، یکی یه سی دارن، یکی هولش میده، اونا تا من میام به جنبم یکی دیگه پریده. و من به نظرم عیسی اون احساس کرد که این مرد از نظر خرافات، از نظر اون چیزای شریعتی در جایی گیر کرده که احتیاج به کمک داره. احتیاج به کمک داره، علیرغم این که حتی خودش میبینیم که اصلا در مقابل این کمک عذر بهانه آورد، دست کمک رو دراز کرد. فکر میکنم این باشه. در حال ما ممکنه این نتیجه رو بگیریم در مورد روز شنبه، بگیم چون خدا این رو در 10 فرمان رو گذاشته، حالا انسان سنت شکنی نکنه یا مسیح سنت شکنی نکنه. ولی نتیجه‌ای که میگیریم اینه که خدا استراحت میکنه. ولی این استراحت ما در روز سبت استراحت از همه کارها نیست. تفسیر غلط اینجا بود. کما اینکه میبینیم خلقت ادامه داره، در مورد طبیعت میبینیم نظمش ادامه داره و خدا کماکان دنبال گم شده هست. این یکی از اون نکات کلیدی این چیز هست در مقابل سوالتون، اینکه علی‌رغم اینکه شنبه است خدا استراحت میکنه، ولی خدا میدونه الان کی محتاج ترینه در این جمع. و در عیده، روز عید هستش، شلوغه، بهترین جاست جلال خدا دیده بشه، بهترین جاست خیلی ها ایمان بیارن و کما اینکه در این مورد به اصطلاح ایمان میارن. ما این استراحتی رو که در روز شنبه میبینیم بیشتر استراحت دنیویه، استراحت جسمیه. این به این معنا نیست. میگه اگه کسی، پولس رسول میگه اگه کسی نیکویی کردن بداند و نکند گناه کرده است. وقتی که پای نیکویی میرسه قوانین سبت مصداق نداره. خودش میگه اگه یه گوسفندت بخواد گم بشه یا تو چاه بیفته تو روز سبت، بقیه رو ول نمی‌کنی بری اونو از چاه در بیاری؟ داره چی میگه؟ میگه نیکویی کردن در روز سبت روا هست. در واقع مهم نیست که علی‌رغم روزهای هفته مهم نیست که چیز باشه، در هر حال نیکویی خدا همیشه قابل دسترسه. منتها خدا از روی پیشدانی خودش، از روی حکمت خودش بنا به تشخیص انتخاب میکنه کجا، کی، چه کسی رو. ولی این به این معنا نیست که ما منتخب، من مخالف این مسئله هستم که بگیم از توی همه این مریضا فقط اون یکی مثلا شفاش رسیده بود. نه، با اون یکی خدا خیلی ها رو میخواست شفا بده. معجزه مسیح ما در بیت هستا میبینیم که سنت غلط زمان رو که علمای مذهبی در واقع بر مردم تحمیل کرده بودن اینو از بین برد و به اصطلاح نابود کرد. این معجزه در بیت هستا نشون میده که عیسی قدرت داشت که خیلی از سنت‌های غلط اون زمان رو به چالش بکشه، علی‌رغم اینکه مردم به اصطلاح معتقد بهش بودن. ما می‌بینیم که سنت‌های کاذب رو زیر سوال برد، از بین برد. الان هم داریم روحانیونی هستن که انقدر فشار میارن، تحمیل میکنن یک چیزی رو. خدا اومد همه اینا رو شکون. حقیقتاً موزل این مرد، این افلیج، نشون دهنده اون فقر شریعتی بوده که هیچ وقت شفا از مریضی ها رو توش جا نداده بود. این شریعت در تمامی قانونگذاریش جایی برای شفا از مریضی نذاشته بود و اینجا بود که همیشه به چالش کشیده میشد. چه جسمی چه روحی، حقیقتا این شفای خدا همیشه حاضر هست برای هر کسی که احتیاج به این منجی داشته باشه. و در واقع این مریض درست در کنار حوض بود، ولی ناتوانیش برای پریدن به آب مانع شفاش میشد. این در واقع خرافه‌ای بود که درش گیر بود، ولی میبینیم که خدا اومد این سنت رو شکست، این خرافه رو شکست. با دیدن این شفا تمام اون مریضایی که اونجا بودن امید در اینها ایجاد شد که شفا در حرکت آب نیست، بلکه شفا در این شخص، منبع این هست. در همین منوالم شریعت حقیقتا ما رو کنار حوض نگه می‌داره. من اینو میخوام در جنبندی بگم، ما رو کنار حوض نجات نگه می‌داره، اما تلاش‌های ناموفقمون رو به اصطلاح تلاش‌های ناموفق در شریعت، تلاش‌های ما مانع نجات ما از اون طبیعت گناه‌آلود ما میشه. برمیگرده بهش میگه دیگه گناه نکن، بعضت بدتر نشی. این خیلی مهمه که وقتی خدا به ما میگه که شفا میده و در ما کار میکنه و دیگه اون گناه ها انجام نده، همینطور که به این مرد بهش گفتش که برو و دیگر گناه مکن، چون ممکنه بدتر از اون وضعیتی که بودی وضعیتت از اون بدتر بشه.
مرسی لویز جان، خیلی برکت گرفتیم. امیدوارم که شما عزیزانم برکت گرفته باشید. ما این قسمت رو میخوام که با دعا تموم کنیم. میخوام دعا کنم که خداوند عیسی توی اون کنار اون حوض‌هایی که هستید، در هر مکان، در هر کشور، در هر جایی که هستید، خدا قلب شما رو لمس کنه و از خدا بخواید که شما رو برکت بده. از اون بستری که این همه سال پنج شده و بهش دارید فکر میکنید، خدا شما رو آزاد بکنه. آمین. آزادی، برکت، شفا و مست خدا با شما عزیزان باشه. تا درودی دیگر عزیزان، بدرود.